سلام، مهدی کاظمی هستم و خیلی خوش اومدید به یک قسمت دیگه که قراره با هم دیگه یک پروژه فوق‌العاده جذاب و ساده ای رو فقط با استفاده از HTML، CSS و کمی جاوا اسکریپت به وجود بیاریم. درجه سختی هم آسونه. همونجوری که شما می‌بینید یک متنی رو داریم توی صفحمون و به محض اینکه من کرسر موسم رو ورود میدم به این صفحه یه همچین چیزی رو به وجود میاره و اون تصویری که پنهون شده در بک‌گراند این حالا پروژه رو به این صورت شما میبینید. متنی که ابتدا فقط یک استورک یا حالا اطراف به رنگ سفید داره، گوشه هاش فقط رنگیه و محض اینکه این دایره رو ورود میدم توش، از اون حالتی که فقط اطرافش رنگیه به رنگ توپر سفید در میاد. به این صورت خیلی خیلی باحال و جذاب قراره با استفاده از HTML، CSS و جاوا اسکریپت این پروژه رو با هم دیگه به وجود بیاریم. برای دسترسی به سورس کد لطفاً اگه تا الان این ویدیو رو لایک نکردی حتما لایک بکن، برام کامنت بذار داخل کانال، سابسکرایب کن و لینک کانال تلگرام رو داخل دیسکریپشن این ویدیو و تمام ویدیوهای پروژه محوری که داخل یوتیوب هست قرار دادم. میتونی بری اونجا جوین بشی و از سورس کد به رایگان استفاده بکنید. خیلی گلید، دوستتون دارم. ادامه رو حتما با من همراه باشید. برای ساخت پروژه من میام یک فولدر ایجاد میکنم، اسمشو میذارم secret image یا hidden image، هیچ فرقی نمیکنه. من اسمشو میذارم hidden image و اینو با استفاده از VS Code بازش میکنم. فایل هایی که نیاز داریم و این داخل ایجاد میکنم، index.html، بعد style.css و همینطور script.js. اینم از اینو میبندمش تا فضا بازتر بشه و به این صورت اینا رو حذف میکنم. اینجا می نویسیم hidden image و لینک میکنیم به style.css و این داخل هم میگیم script و به این صورت اینجا قرار میدیم. اوکی، خب این از این. من تنها چیزی که نیاز دارم داخل این HTML فقط یک دیو با کلاس بنره. ببین من اینجا بنر رو به وجود میارم و همینطور به عنوان یک اتریبیوت دیتا تکست میام یک متنی رو اینجا قرار میدم به این صورت. مثلا اینجا می‌نویسیم اوپن کد. شما هر چیزی که دلتون بخواد میتونید اینجا قرار بدید. اینم از این. و کار دیگه اینجا نیاز نیست انجام بدیم. میرم سراغ استایلم. اینجا بذارید من اینو بازش بکنم به این صورت. یک فونتی هم نیاز دارم از گوگل بگیرمش. میایم اینجا و می‌نویسیم گوگل فونت پاپینز. خب اینو بازش میکنم و اینجا گت فونت رو میزنیم و این مواردی که اینجا هست رو کپیش میکنم و قبل از اینکه زبدرش رو بزنم خب مطمئن بشم که کپی شده. بله اوکیه. حالا میتونم ببندمش، مهمم نیست. خب این از فونتمون. بعد من میام اینجا واسه از استار مارجین ها و پدینگ ها رو صفر در نظر میگیرم. پدینگ 0، باکس سایزینگ بورد باکس و فونت فامیلی به این صورت پینز و تمام. میرم سراغ بادی. میام اینجا واسه از بادی دیسپلی رو میگیرم فلکس و justify content center align item center و همینطور یک هایتی هم در نظر میگیریم به اندازه 100 VH تا اینکه اگه قرار بود چیزی رو اینجا قرار بدیم سنترایز بشه، این مرکز قرار بگیره. حالا بعد از اون میریم سراغ بنر. اون کلاسی که برای دیوم در نظر گرفتم بنر بود. بنری که یک اتریبیوت داره به نام دیتا تکست که قرار از این استفاده بکنم تا متنمو این داخل نمایش بدم. خب من میام سراغ بنر و بعد اینجا میگیرم پوزیشنشو relative
یک ویدث و هایت براش در نظر میگیریم. میگم ویدثش میخوام 100% باشه و هایتش هم 100 VH. یه بک‌گراند کالری داریم. بک‌گراند کالر به رنگ 2C2F40 یه همچین رنگی رو به ما میده. بعد ادامه میدیم، دیسپلی رو میگیریم فلکس، بعد جاستیفاید کانتنت سنتر و الاین آیتم هم اینم سنتر. نیاز بود چیزی تغییر بکنه میایم و تغییرش میدیم. خب حالا با استفاده از همین بنر و ساخت حالا المان مجازی با استفاده از بیفور و افتر میریم خیلی خیلی باحال اون اوپن کد و حالا اون دایره‌ای که باعث میشه پس زمینه رو ظاهر کنه رو دونه دونه با هم دیگه به وجودش میاریم. خب من میام اینجا میگم با استفاده از کلاس بنر و همینطور بیفور میخوام یک شیء مجازی ایجاد بکنم. اولا اینکه کانتنت داره. خب کانتنتش چیه؟ کانتنتش هم همون تکسته، متنه، با استفاده از اتریبیوت ATTR و بعد اینجا با استفاده از اون چیزی که داخل اینجا قرار دادیم دیتا تکست. خب دیتا تکست رو میندازمش اینجا، دیتا تکست، ادامه میدم پوزیشنشو. بذارید سیو کنم شما ببینید اینو. البته پوزیشنشو بذارم ابسولوت بگیرم، فکر میکنم که و همینطور حس میکنم که براش باید چیزم در نظر بگیرم، یک ویتی هم در نظر بگیرم. میگیم که فونت ویت روی 800 باشه، فونت سایزش هم بگیریم روی 12 EM. خب حالا باید ظاهر بشه. اگر ظاهر نمیشه دیتا تکست رو که درست نوشتم یه زد ایندکس هم بندازیم، زد ایندکس روی 1 بیفته که نه به هیچ کدوم اینا ربطی نداره. من همین رو برمیگردونم. این متن من دیتا تکست، اینجا هم نگاه کن، اینجا دیت در نظر گرفتم، دیتا تکست، گفتم اینا به هم دیگه ربطی ندارن. خب این اوپن کد این وسط ظاهر شد. اوکی، حالا این که حالا سایزش بزرگتر باشه و اینا دیگه اصلا مهم نیست. مهم این بود که من اینجا اتریبیوتی که اینجا قرار دادم و اسم دیتا تکست رو میخواستم از این HTML بگیرم، اینجا نوشتم دیت تکست. باید این اسمی که اینجا هایلایت کردم با چیزی که اینجا قرار میدیم یکی باشه. خب خوب شد اتفاقا این اتفاق افتاد و بهتون این نکته رو گفتم. خب ادامه میدیم و تمام اون مواردی که حالا قرار دادیم دونه دونه رو اینجا دور باید بنویسم. این که حالا پوزیشنش ابسولوت باشه و فونت ویت و سایزش و اینا رو همه رو دونه دونه می‌نویسیم. میگم که پوزیشن بریم روی ابسولوت و اینجا فونت ویت رو میگیرم روی 800 تا. بزنم 800 داریم روی این. آره 800 داریم. خب و بعد از اون میام فونت سایز در نظر میگیرم 12 EM و در نهایت زد ایندکس رو میگیرم روی 1. خب حالا این چیزی هستش که در نهایت به من میده. من نمیخوام رنگ مشکی روش باشه، میخوام که فقط این اطرافش رنگ سفید داشته باشه. چجوری؟ میام اینجا با استفاده از وب کیت و اینجا باید استورک وجود داشته باشه، اسم دقیقشو یادم رفت یه جا بنویسم. این آشش وب کی تکست استروک، این آشش اینو من میزنم و حالا اولین المانی که میگیره اون ضخامت استروک یا اون حالا حاشیه اطراف هست. خب میگیریمش روی مثلا 1 پیکسل، اگه حالا نیاز بود تغییرش میدم. بعد اینجا به صورت FFF در نظرش میگیریم. اوکی، یکم بیشتر مثلا 2 پیکسل. اوکی، حالا این کالر رو باید من حذفش بکنم دیگه، نیازی به کالر نریم. ببین من اینجا کالری رو قرار ندادم ولی به صورت پیشفرض مشکی در نظر گرفته شده، پس باید اینجا بیایم بگیم که کالرم میخوام ترانسپرنت باشه، یعنی رنگی نداشته باشه. خب این از حالا کانتنتمون که تونستیم با استفاده از بیفور بیایم و ایجادش بکنیم. حالا با استفاده از افتر میخوام اون دایره ها رو به وجود بیارم. دقیقاً یکی ازش میسازم به این صورت. اینو می‌نویسم افتر. چیزی که نیاز داریم رو بذاریم بمونه، مثلا این کانتنت باشه، کاری بهش نداریم. ابسولوت فونت ویت و این و این حتی این زد ایندکسش میشه 2، یه سری تغییرات نیاز داره.
اون دایره رو من با اساس کلیپ پست میام و به وجودش میارم. میگم که شکلی که میخوام یا شیپی که میخوام دایره باشه. دایره‌مو میام تعریف میکنم، اندازش روی 250 پیکسل باشه. بعد حالا موقعیتش رو میام و مشخص میکنم، میگم که سنتر و سنتر، اینم به این صورت. خب الان اینجا باید دایره‌ای داشته باشیم. فقط کافیه بیام براش یک بک‌گراندی در نظر بگیرم. میگم بک‌گراند کالرش رد باشه. خب یا همچین چیزی. خب الان شما این چیزی که اینجا ایجاد شده، این دایره‌ای که حالا نصفم هست، بذارید من اینو تاپ و لفت و رایتش رو بیام صفر در نظر بگیرم، یا میگیم این ستش اگه صفر در نظر بگیریم این کامل میشه. ببین یا کن این الان کامل شد. و از اونجایی که این تغییر رو داریم که حالا رفته بالا و جابجا شده، من باید بیام داخل خود همینم، داخل اینم بیام دیسپلی رو بگیرم فلکس و یه سری تغییرات به وجود بیارم. میگم دیسپلی اون باشه فلکس و justify content center و الاینش هم center. خب حالا فکر کنم الان دیگه درست شده باشه. بله. حالا دلم نمیخواد این داخل هم این حالا اطراف و حاشیه‌ها رو داشته باشه، میخوام تو پر باشه. پس میایم اینجا، فکر کنم دیگه به اینم نیاز نداریم. بذار من اینو یک بار کامنتش بکنم و بعدش اینجا میگم که کالرمون به رنگ FFF باشه. خب چون این یک ضخامتی رو ایجاد کرده باید وجود داشته باشه. خب وجود داشته باشه این. بعد پایینش هم میگیریم کالرش به رنگ FFF. خب الان اوکیه. و حتی برای جذابیت کار میتونیم اینم بزرگترش بکنیم، یه همچین چیزی داشته باشیم. حالا به جای این قرمزه میخوام یک تصویر قرار بدم. بیام اینجا بگم که بک‌گراند کالری که گرفتیم اینجوری، اینو بگیرمش فقط بک‌گراند. خب بعد بیام یک بار دیگه اینجا نیستیم بک‌گراند و یه URL بهش بدم و بیام اینو بازش بکنم. یک تصویری رو من نیاز دارم که از این ور بندازم اینجا. خب یه هم چیزی، اینم ببندمش این ور رو. اوکی. خب این تصویرمونه، تصویر کاملمون اینه bg.wp. خب فقط کافی بیام اینجا بنویسم bg.wp و اگر من سیوش بکنم الان این داخل اون عکسه میافته. خب بیام و کاری که در ادامه بکنم یه بک‌گراند سایزی همش در نظر بگیرم، بک‌گراند سایز، و اینو بگم که کاور. خب این کاور بشه توی این. اوکی دیگه فکر نمی کنم چیز دیگه ای نیاز باشه روی این افتر اعمال بکنم. همه چی اوکیه. حالا فقط قراره این تغییر بکنه، این دایره تغییر بکنه. من این انداختمش سنتر نگاه کن، سنتر و سنتر. قراره این سنتره تغییر بکنه با استفاده از جاوا اسکریپت وقتی که این موسم داره این ور اونور حرکت میکنه. من بیام یک x و y برای این به دست بیارم، هر جا که این تغییر میکنه بیام این مقدار و این مقدار رو تغییر بدم. اوکی چجوری؟ من میام داخل اسکریپتم و اینجا اول اون بنر رو میام و دریافتش میکنم. میگم const banner مساوی با document query selector و این داخل از کلاس بنر استفاده میکنم و بعد از اون میام میگم که بنرم میخوام یک ایونت لسنی براش به وجود بیاد به محض اینکه موسم موو شد، موس موو بیاد و یه همچین کاری بکنه. یک arrow فانکشن به دست به وجود میاریم و داخلش میام let x و y رو به دست میارم. میگم که x هم میخوام از این رو من اینجا تعریفش بکنم، از e.page x چرا کردم page x منهای banner.offset left به وجود بیاد. من خیلی از این offset left و کلا از این x استفاده کردم. خب و یکی دیگه ازش به وجود میارم برای y اینم به این صورت، این فقط میشه تاپ. خب اینم برای تاپش و فقط کافیه بیام اینجا بگم که بنرمون .style.set property یک property براش به وجود بیاریم property. خب یه اسم براش میذاریم مثلا -x، این یک متغیره. خب این مقدارش باشه خود x به علاوه
یه پیکسلی px. اوکی، دقیقاً همین کار برای وای هم انجام میدیم. میگیم banner.style.setProperty، اینجا میگیریمش وای، این وای که این بالا به وجود آوردیم و پیکسل. مثلا حالا من هاور کردم مثلا اینجا هم، خب از سمت چپ تا اینجا، از سمت بالا تا اینجا یک اندازه‌ای رو به من میده بر حسب پیکسل. من بیام اونو به عنوان پراپرتی در نظر بگیرم تا بتونم از این متغیر داخل HTML هم استفاده بکنم. چه جوری؟ فقط کافیه من بیام اینجا داخل استایل، به جای اینکه بنویسم سنتر بیام چیکار بکنم؟ بیام اینجا از وار استفاده بکنم، خب یا وریبل، و اینجا اشاره بکنم به اون حالا پراپرتی یا اون متغیری که ایجاد کردیم. اسمش چی بود؟ اولی بود x، دقیقاً یکی دیگه از این میسازیم برای ایگرگش داش y. حالا این برای حالت ثابتمونه. خب من اینم باید بگیرمش صفر، بهتون میگم چرا. این برای حالت ثابتمونه. من برای همین بنر افتر بعد حالت هاور هم براش به وجود بیارم که وقتی هاور میشه اون ایکس همینجوری داره آپدیت میشه، دایرم هم تکون بخوره. پس من میام اینجا میگم که بنر هاور و افتر پرانتز باز و بسته، از این کلیپ استفاده میکنم، کلیپ پس، و اینو اینجا قرار میدم. اوکی، حالا به محض اینکه من هاور بکنم، یا کن هاور که بکنم، این دایره هم با من تکون میخوره. حالا چیزی که خیلی خیلی مهمه اینه، ببین یا کن من اگه از صفحه بیام بیرون همچنان اون باقی میمونه. من از صفحه رفتم بیرون، الان موس و کرسر من یه جای دیگه اصلا تو صفحه نیست، ولی از اونجایی که من حالت عادیشو گرفتم به اندازه 250 پیکسل، وقتی از صفحه میرم بیرون اون باقی میمونه. خب پس میام اینجا اینو صفرش میکنم، میگیرمش 0 پیکسل، تا به محض اینکه من از صفحه خارج شدم کرسری وجود نداشت اونم از بین بره. خیلی خیلی باحال و جذاب تونستیم یه همچین کار فوق‌العاده‌ای رو انجام بدیم. خیلی خیلی ساده، اصلا کار خاصی هم نداره. لطفاً اگر تا الان ویدیو رو لایک نکردید حتما لایک بکنید، برام کامنت بذارید لطفاً، و برای دسترسی به سورس کدم میتونید برید به کانال تلگرامم، اونجا سورس کد این پروژه و سورس کد پروژه های دیگه رو هم قرار دادم، میتونید به رایگان ازش استفاده بکنید. خیلی گلی، دوستتون دارم، در ویدیوی بعدی میبینمتون.